دوستای عزیز، خوش آمدید در یک ولوگ جدید. انشالله خوب و خوش باشین. دیگه در این ولوگ قرار است که همراه هم دیگه بریم روند انتخاباتی داخل سویدن سعی کنیم که چه رقمی است. دیگه چیز بودک مام که تازه سرم خلوت شده هفته پیش کلان امتحان نشدم، باز خیلی هم مریض بودم دیگه، از خیافم که مشخص است. باز از او خاطر صدایم گرفته بودک، باز گفتم که باش به جایش وایس چیز کنم صدایم پر کنم. باز دیگه امتحانم هم خلاص شد، حالم هم خوبتر شد کم ذره. باز دیگه دیروزم که چیز بودک چیزمو که روز اول کاریم بودک، اونجا نشان میده چه رقمی پیش مورم میرن پروسس آدم چیز کارا کنه باید. باز چیز داشتیم دیگه، یکی جای جرمون آدم چوکی های و میزار بچینه، جای را مادنه. باز امروز کسی روز اصلی انتخابات است، گرچه یک هفته طول میکشه روند. باز ولی ما معمولا کسی فقط چیزا یا شنبه ها یک شنبه ها را باز سهم میگیرم، چون اون وقتا بیکار هستم. باز دیگه وقتا یا مکتب مارم یا سر کار اصلیم. باز دیگه امروز هم که تعطیلی است، قرار است اینج کار کنم. باز یا بریم همراه هم دیگه سعی کنیم که چه رقمی اینجا روند انتخاباتیش چه رقمی است، چه رقمی پیش مره. دیگه نان شاشتم جایشم خالی دیگه، میتونه قبلی خوب خوشمزه شاخانه یک از دختره رو افتادیم میمون بدیم کلاگی ما. باز دیگه ما که صبح وقت کار میمادم، باز از اونجی نان گرفتم دستش در نکنه، خیلی خوشمزه بودک. دیگه از این ولوگ تقریبا یک نیم سال تیر شده، همیل است که ما این ولوگ دید منم. باز این زمانایی بوده که ما انرژیم خیلی پایین بوده. خب دیگه طبیعه یک روز کلگی مرقمی، یک روز آدم روز خوب داره، یک روز مثلا کم داره آدم اول آدم گرفته دیگه. ولی همیش آدم باید کوشش کنه همون کار انجام بده که حال آدم بهتر شنه دیگه. مثلا حال از مرچیز خیلی خوب مونه، وقتی که حالم خوب نیه خرید مورم یک چکرم روی دو ساخ بیرون مورم دو، یا یکی مثلا امروی که روحلای کنچه مورم، یا هم که تنهای خوب اکثر وقتا تنهای خوب مورم دیگه. که هم یک دانه مثلا کتاب میگرم، کمزرم میوه، یک تا فرشک امروی میگرم دیگه، مورم لب دریا صبح مورم بیگامه. بس دیگه حال مرقمی خوب میشه. ای ها خد زردولی وطن واری معلوم میشه. فکر رسمی باشه یک مزه کنم. ای رقم چیز ما گفته که وطن باغ ترمایی هم شکلی مزه داد. دورای خزان چیز می شده میما تا تقریبا زمستانه مومندد همون مزه داد. یک رقم باغ مو داشتیم، گفته که باغ ترمایی. باز
چیز بودک، خزان میمادک، تا سیف بودک، بس کل زمستان مومندک در شاخ درخت. فکر برگای درخت میرختک، برفا میماد، ولی او باغ چی بودک؟ همیش بودک. بازی ما مرقمیه، ولی از او کده کم زره فکر کنم شیرین تره، چون او ترش بودک. بازی نرمه و کم زره سخت‌تر بود. دیگه ازی گرفتم، یک قمندم هستم. دیگه گفتم که باش کم زره دم خلاص کنم. از خاطر که دیشب هم زیاد خواب نشدم، دیشب میمانی رفتیم. دیگه یعنی هم کیک گفتی کیک زعفرانی که ما اصلا خوش ندارم، خوشمزنی احساس زعفران چه خیلی زیاده انداختن، یا خیلی زعفران تند بایم. دیگه قصه مهمی دیگه، مثلا همی پورا روز که ما سرکار بودیم، ما سه گروپ بودیم. دیگه در کل از این سه گروپ های دیگر ما خبر نیم، ولی در گروپی خودگرم بودیم ما فقط دو دانم مهاجر. انال هم فکر ساعت تقریبا 3 شده دیگه. ما 2 تا مهاجر دیدم که مادن رای دادن. فکر کنم یک تاش افغانی بوده، یک تا دیگه‌اش نمی‌فهمم کجایی بوده. بازیگه کلان خارجی ها رای میدین، خصوصا خود سویدن یا باز مهاجر آمدن زیاد رای نمیدین، از خاطر که زیاد فکر نننده بارش چقدر مهم است نیسته. ولی ما خودم هم همچون فکر داشتم. مثلا انتخابات پیش ما خودم رای ندادم. باز چی شد؟ تغییرات آخری که در سویدن آمده، بخش مهاجرا سخت شده، قانونا مثلا کسایی که قبولی کاری داشتن خیلی سخت شد. دیگه شرایط قبولی کاری می شده که مثلا درآمد آدم یک مقدار مشخص که دولت تعیین نباید اونقدر باشه تا بتونه آدم قبولی کاری بگیره یا داشته در غیر زو پس میگیرن. باز دیگه یک گپ دیگه ای بوده که کسایی که قبولی دایم دارن، قبولی دایمی را پس بگیرن، قبولی موقت بیدن. و دیگه گپ ازی هسته که مثلا کسایی که سیتیزن داره باید از نو پروندهش واشونه سعی کنه که کدام جنایت انجام نداده شه، یا هم که مثلا امو مصارف خود دیده میتونه یا نمیتونه، یا از دولت میگیرن. باز دیگه نی چیزا. باز یک دیگه هم بخش خود از ما یه بوده که پاسپورت های تمدیدی افغانی را باطل اعلام کردن از تاریخ اکتبر 2025. باز دیگه علمی قانون هم ده. باز از خاطر باز آدم باید دایم در انتخابات شرکت کنه، رای بده. انتخابات دوره بعدی که از سال دیگه 2026 در ماه سپتامبر، 13 سپتامبر چیز است، انتخابات است داخل سویدن. شرایط رای که دارین 100% شرکت کن، رای بدین دیگه. چیز است خصوصا امی حکومت خب ما اجازه ندارم کنم بگیرم، ولی حکومت های که زیاد مهاجر در کردن اینا کوشش نه که یک رقم مهاجرها را بکشن یا سرکوب کنن، یک رقم علنی کلانی تا نه که مثلا سیاست پشت پرده باشه، علنیه. باز از او خاطر باید رای بدیم کلگیمو. باز از خاطر که دیگه چی نشنادم دیگه شرایط بخشی آدم از این سختتر شده نره. باز ارماله فعلا سویدن کشور شده کلان زید مهاجره ارماله دیگه. ما خود ما هم کلان یک آدم نسبتا تنبل هستم دیگه بابت هیچ وقتم داشت فکر میکردم که خود از یک رئیس ما چیز کار میشه. باز ما گفتم تا یا اینا یک حکومت ما تا قانون وضع من تا این مورد پیاده میشه تا دیگه میشه 4 سال طول میشه. 4 سال دیگه یک حکومت دیگه ما باز هیچ وقت هم داشت فکر نمیکردم. ولی امی تغییراتی که علنی را پیش چشم خود دیدم، باز دیگه فکر گفتم که نه، میتونه که خیلی زود شرایط زندگی را بخش یک گروپ سخت کنه. مثلا گروپ بال چیز خیلی که اینا چیز کردن تحت فوکس قرار دادن امی مهاجرای دیگه، در صورتی که مشکلات های دیگه هم هست از این چیز گرفتم. شرایط بخش کلان سالا گرفته، امی کسایی که
تقاعد شده هستن، بازنشسته هستن یا مثلا جرم جنایتی چیزا هستن، اونا را ایله کردن. کل فوکس یا سرزیه که ماجرا را چی کنن، گفته وطنکیش که غلبل کنن دیگه. باز از او خاطر دیگه چیز است، سال دیگه حتما سهم بگیرین در انتخابات که تاریخ چیز است 13 یک روز یک شنبه است، 13 سپتامبر 2026. باز حتما رای بدین 100%. حالا شما فرق نه در کشور که هستن، اگه از حکومت راضین یا نه اوشن فرق نه، باز 100% اگه انتخابات میشه هر چیز میشه برین حتما سهم بگیرین. باز خصوصا یک چیز دیگر ما متوجه شدم، شاید مو زیاد خودم شخصا زیاد علاقه خاص ندارم که برم زیاد فعال باشم و سهم بگیرم و رای بدیم، گرچند مثلا چیشی اثرات چی رو خبریم که مثلا اگه سهم نگیریم چیزی اتفاقا مفته و دیگه ولی بازم تنبلین میگیرن. ولی یک چیز دیگه که حالا باید آدم فکر کنه، ما نسلی بعدی نشان بدیم بیشتر. مثلا اگه اولاد دارن 100% برین شرکت کن، اولادا خمرای خوب ببرین، باز اولادا نشان بدین که مثلا چه رقمی رای میدی، چیز کرونا نه، این خیلی مهم است. باز اونام که هم رقمی یاد میگیرن که مثلا وارد اجتماع شدن، سهم بگیرن. یا چه بخیر این گپ بوده که رزق کار نسل بعدی ما را نشان بدیم چه رقمی رای بدی، چه رقمی دیگه. یاد خود افتادم اولین دفعه ما با چه شرایط رای کشیدم داخل افغانستان، بس رفتم رای دادم. باز خود نه اینترنت بود نه دیگه بود نه خانه زاد، پدر مادر گپ میکرد که مثلا کدام پارتی خوب است کدامش نه، دکتر ما شدم رای بده این رقمیو. باز ما رفتم رای را ده پارتی رای دادم که امروز هر دفعه فکرم پشیمان هستم کشش نمو رفتم. خودی دو سن فقط دمی رفتو که ما مارم رای میدیم خوش بدیم دیگه، کلان گپ بودم. Ta inte det så högt. Alla är inte så långa, vet du. Nej. Så det är bättre att ta det i en ungefär i vår ögonhöjd. Alltså inte i din utan i vår. Ja, just det. För att de flesta är ju inte så långa. Han tänkte bara på sig själv. Ja, det är vanligt med män som hänger tavlor. Ja. Ta... Nej, längre ner. Den var jättebra där den var innan. Jag vill... alltså jag går ju restauranglinjen. Så jag liksom... Alltså min dröm är liksom att öppna en egen typ. De är ju så många antal, de har tappat räkningen. Har ni haft så många? Om jag får det så kommer du få kompispris. Tack, vad snällt. Vilken typ av restaurang vill du jobba i? Jag skulle vilja göra någonting, typ så här, om menyn skulle vara liksom... Speciellt? Ja, någonting som alla tänker så här, va? Vad är det här? Och fast, som ändå låter gott, alltså sådär. Då du kommer att vinna. Annars om det var samma sak som alla andra så... Det är det jag tänkte också, att man får ha lite annorlunda än alla andra. Annars är det bara priset folk kommer gå för. Ja, just det. Smart. کار امروزم بخیر دیگه تمام شده که 9:12 بجه شوم تقریبا. اون دیگه 6 تیم حساب رو شروع کردیم. باز خوب شد اشتباه نشد، باز اگه اشتباه شد مجبور میشیم تا 3 بار دیگر هم بازم حساب میکردیم. فرق نمیکرد، شاید تا صبح طول میشد، گرچند 3 بار بیشتر آدم حساب کنه باز دیگه آدم حساب نه، یک گروپ دیگه باید حساب کنه، یک نه باز آدم اشتباه نه. باز امروز هم تیر شد، تجربه خوب بود، خیلی خوش گذشت. باز دیگه ما برم خانه استراحت کنم که صبح روز مورد علاقه از مای دیگه خصوصا از خانما دیگه صبح قرار است خرید برم همراه دوستای خوب. باز دیگه صبح بس میگرنیم.
از ما یگان لباس هایم خیلی رنگش تیزه. اینج باید دکان مورد علاقه ما یکی یک زارا یگان چیز بخشیز ما پیدا میشه. یا لی دیزاین چی خوبش بوده که سادگی جون آدم کدام رو گرفتی؟ خوب مال نه خوب مال میگه یا نه شلوار سیاه میخواست بس یک چند دانه دیگه درام خانه بس دیگه ولی گرفتم یکان جای بپوشیم سبدو بلا صبح نه صبح حقوق دو برابر میاد دیگه باید دو برابر خرید کنم یادم رفت داد فکر یک چیز نخیر دوبل پاس میگیرم نه این کاریم که پیدا نشد اگه نداد کار دیگه تقدیری اردو شوال صبح میخواستم چه گواشته ابرو ده خوش مردم بند دیست خوب بگیر که باز بشه دیگه دیروز هم که رفتادم خرید باز امروز هم همون تا چکر پیاده روی باشم باز گفتم که امروز هم دیگه کم ذره قصه کنیم باز بعد از این کوشش نم که بلوگای روزانه که پخش نم باز یک جنبه مثبت هم داشته امروز خوب باز که بدیم امروز هم دیگه کم ذره قسم کنیم گفتگو کنیم آدم هم از یک چیز یک انرژی مثبت بگیره یک چیز آدم از هم دیگه یاد بگیره باز دوست داشتین چنل از مردم بال کن سابسکرایب کنین دیگه دوست دارم بفهمم که شما از کدام کشورها ولوگای از ما رسینین باز اینجا در کامنت نوشته کن بخشیم که کدام کشورها زندگی کنین باز دیگه این ولوگ هم که سعی کردین دیگه تشکر دیگه انشالله که وقت خوب خوش داشته باشین دیگه تا ولوگ بعدی را خداحافظ شو